سلام دوستای عزیز. بخش کلاسیک نمایشگاه خودرو تورین هستیم و خودرو اگه اشتباه نکنم واداهو یه خودرو سال 2007 موتور V12 BMW هیدروژنی روشه و اصلا این بغل نوشته هیدروژن پاور. اصلا این خودرو یه نکته جالب بهتون بگم، فرمون نداره. من حالا یه پاوز میکنم میرم توش. خب مثلا این خودرو فوق با ارزشی هستش و اجازه نمیدن که اصلا نزدیکش بشید. و اگه نگاه کنید این خودرو اصلا فرمون نداره، با دو تا جویستیک کنترل میشه و خب هیدروژنی V12 BMW روش هستش و فوق العاده زیبا. دو سرنشین که پشت هم میشینن نه کنار هم، و این هم پشتش که واو اصلا چی بگم. انقدر که دوربین رو نمیتونم درست نگه دارم، انقدر این خودرو زیباست. خب در کنار این خودرو این تفلک دیده نمیشه، ولی شما بپذیرید که این یک خودرو بوگاتی هستش. بوگاتی شیرون هستش که در کنار این زیبا اصلا دیده نمیشه، انقدر این خودرو جذاب بود. خب اینجا یه بوگاتی شیرون داریم و کنارش این چیه؟ خب این خودرو رو من حقیقت نمیشناسم، خودرو قدیمی هستش. DMC خورده حالا توی فرمون و از این تو رکابش خفاشی براش باز شده و این هم لوتوسه، یه لوتوس قدیمی. خب این سمت هم صحنه خودرو جذاب کلاسیک است که من فکر کنم اصلا دو تا سه تا پست باید خودروی کلاسیک بذارم. این دستگیره ها رو جدیدن یه برندی که زیر مجموعه دی آر یا همون دی ام هستش، جیلی هستش، توی سه خودروهاش استفاده کرده. این مدل دستگیره رو خودروهای آفرودی درست کرده و این مدل دستگیره رو استفاده کرده. خب من یه پاوز میکنم و یک پست دیگه اصلا پلی کنیم که باز هم خودروهای کلاسیک، این 4 تا خودروی کلاسیک واقعا ارزش یک پست رو داشت.